همیشه هم گفتم قدرت من ناشی از قدرت شماست. شما هر چقدر قدرت بیشتر به من بدید من بیشتر میتونم براتون کار بکنم. حالا یه ده ممکن از من خوششون نیاد، کسی جلوی کسی رو نگرفته، خب برین رهبران خودتون رو معرفی کنین، برنامه کار خودتون هم ارائه بدیم. من دارم برنامه کار خودم رو ارائه میدم، در این موردم رهبری و مسئولیت خودم رو پذیرفتم. بنابراین از دید من به مردم پاسخگو هستن. بنابراین اینجا من رقابتی با کسی دیگه نمی‌کنم، جلوی کسی رو هم نگرفتم، اما پاسخگو هستم در مورد اون انتظاری که از من هست و برای همینه که الان اینجا هستم و دارم با شما و با همیهنانم صحبت میکنم. ببینید من فقط یه نکته اشاره بکنم. تمام حملات به شاهزاده رضا پهلوی به دلیل احساس خطر توسط نیروهاست. یعنی محبوب ترین آدمونه. اگر که محبوب نبود احساس خطر نمی کردن، اولا نمی پرداختن بهش، ثانیاً آن که در چنته دارن و در دست دارن ارائه می کردن. حزبشون و جنبش نیرومند انقلابیشون که در مقابل شاهزاده بیستد و ملت به سراغش برن، من جمله من و شما. این چنین چیزی وجود نداره. یه سری بقالیایی تو خارج کشور، همشون نه، افراد دلسوخته هم هستن که اینها احساس خطر میکنن. روز به روز هم این موج خطر بیشتر میشه. این کلیپ پانتورک سوزونه، بفرست برای پانتورکا و اون آذریایی که ادای پانتورکا رو در میارن، پرچم ترکیه و جمهوری آذربایجان رو چپوندن پروفایل خودشونو میچسبونن به اونا. یه چالشی چند سالی تو ترکیه و جمهوری آذربایجان به راه افتاده، شهرونداشون از خودشون دی ان ای میگیرن ببینن برای کدوم کشورم بیشتر. نتایجش خیلی جالبه. 55.2% İrani, yani İranlı Fars. Bir ki yani original İranlı kim ki Fars. 97.7% Northern West Asian çıxmışam. Yəni Şimali, Qərbi Asiyalı. Və bunun 78.1% İranlı çıxıb. Yəni mən 78.1% İranlıyam. Haritayı açtığımda sadece %45 İranlı çıktığımı gördüm bu sefer. Daha sonra %34 Türk. Daha sonra 21 de Middle East'li çıktım. Yani Orta Doğulu çıktım. Genlerimin %94,5'u Asya'dan geliyor ve bunun %59,7'si yani bu kadar mı spesifik olabilirler? İran. Hələ biz nə gələcəyik ki, baba biz Azəriyik, İranlıyıq, Türk Asiya mərkəzinindir, Türkiyə özü də Türkdür. 80 ildir, 70 ildir təbliğ eləyib, bu beləmcə eləyib ki, kəmərbənd zürriyə özün vəsl eləyə o Türklərə ki, İran yolunu Rupadan qət eləyə. Hələ bir də halı olmayıb, olmayacaq. اونهایی که شاهزاده را میخواهند، اونهایی که نجات را در گرایش به پهلوی میدونن، فریادشون هر فرصت گیر آوردن بگن هر جایی.